انسان با غیبت نیکی های خودش رو به دیگران میده. در یک حدیثی آمده که مفلس کیست؟ ورشکسته واقعی کیست؟ صحابه گفتن الله و رسول بهتر میفهمن. حضرت رسول فرمود مفلس اون کسیه که با کوله باری از اعمال در محضر الله میاد، عمره رفته 10-15 تا نوافل، تسبیحات، تهجد، هر سال اعتکاف، تشکیل، بودن در جلسات دینی علما، نیکی نیکی نیکی، خیلی خوشحاله با این همه نیکی. حالا با کوله باری از نیکی ها آمده، خوشحاله که دیگه الان دروازه های جنت همه به روی من بازه. بعد میگن صاحبان حق بیان. اوه صاحبان حق بیان؟ این چه معامله؟ بله فلانی میاد اون روز از من 50,000 تومن خورد، هر کار کردم به من نداد، فلانجا. ببینید اینا هم در حقوق العباد داخله. سد معبر کردن، راه مردم رو بستن، باعث ایذاء مسلمان شدن، اینا همه در حقوق العباد داخله. آقایی که شلنگ آب تو باز میکنی تمام کوچه رو پر لجن میکنی. آقایی که ماشین تو هر جا دوست داری پارک میکنی، نگاه نمیکنی که این پارک تو چه ترافیکی ایجاد میکنه، اعصاب چند نفر رو خرد میکنه، چقدر تصادف ایجاد میکنه. آقایی که هر موقع شب و هر موقع روز نگاه نمی کنی، میفتی به در و دیوار خونه و شروع میکنی به پتک زدن به دیوارها، حالا که همسایت ممکنه مریض داشته باشه، پیرمرد داشته باشه، نه وقت خواب میفهمی، نه وقت استراحت همسایه، به هیچ یکی از حقوقش احترام نمیذاری. اینا حقوق العباده. آقایی که سوال نابجا میکنی و با سوال نابجای خود دل مسلمان میشکنی، یه سوال هایی که باعث میشه طرف مقابل اذیت بشه، این سوال ناجایزه. دختر تو عروس نکردی؟ خب به شما چه؟ حقوقت چنده؟ بالاخره کار پیدا کردی؟ حالا میفهمه خودش ولی یه قصد و قرضا این وسط داره. چرا تو که زن خوبی بودی چرا شوهر زن دوم گرفت؟ این روی گله آتش میکنه میفرسته خونه. تو چه کار داری این سوالاتو میکنی؟ بعضی سوالات به من ربط نداره، بعضی سوالات باعث ایذا و اذیت میشه برای دیگران. هر سوالی که دیگران رو اذیت بکنه تو حقوق العباد داخله، ایذاء مسلمان داخله، باید پرهیز کنی ازش. به هر حال حقوق العباد به گردنشه. این پول میخواد ازت بده بهش، کو پولی، کو درهمی، کو دیناری نیست. بگیرید عمرش رو بدید به این. فلان روز غیبت کرده، راضیش کن. 100 شب تهجد خونده، 100 شب تهجدش مال این. بابا نیکی ها رفت و رفت و رفت، خالی هنوز حقوق العباد هست. نیکی ها همه رفته، هنوز حقوق العباد هست. از گناه گناهکاران میگیرند، همین گناهکارانی که حقوقشون رو پامال کرده، از گناه اونا میگیرند، بر این میذارن و این بیچاره با کوله باری از گناهان مردم وارد جهنم میشه. این بدترین خساره است. طول عمرش یک جرعه شراب نخورده، اما حالا به جرم شراب نوشی که حاصل پامال کردن حقوق العباده شراب و دیگران خوردند، او به جهنم